سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. بچه‌ها ویدیو امروز موضوعش اینه که درباره تئوریای کل پرونده‌های FBI که حل نشده قرار صحبت کنیم و تمام اطلاعات رو میخوام به شما بدم تا ادامه ویدیو با من. بچه‌ها داستان اول اینه که سال 1954 یک مردی وارد فرودگاه توکیو میشه. پاسپورتش نشون دهنده این که هویتش هم واقعی بوده هم معتبر بوده، ولی پاسپورتش دیگه رو برای درباره کشورش میگه که برای اون مرد اهل تئور بوده. تو دنیای ما اصلا کشوری به نام تئور وجود خارجی نداره. وقتی پلیس ازش میگفتن که کشورش کجا قرار داره میگه بین اسپانیا و فرانسه است و کشور هزاران سال تمدن داره. پلیس اونو توی یکی از اتاق‌های هتل زندانی میکنه و درش قفل میکنه و دور تو هتل پلیس میکنه. روز بعد که میان پلیس ببینن بعد دیسکانش خوبه یا نه، میبینن که اون وجود نداره، انگار زمین دهان باز کرده و اونو بلعیده. این یکی از رازهای کشف نشده FBI که هنوزم بعد از 70-80 سال دنبالش میگردن. میریم برای سراغ دومین پارت تئوری کشف نشده FBI. دومین راز مربوط به کشف نشده FBI. در سال 1990 دو تا مرد که به لباس پلیس پوشیده بودن وارد یک موزه در بوستون آمریکا میشن. بعد دست پای نگهبانان رو میبندن. در عرض 81 دقیقه 13 تا اثر از هنرهای با ارزش رو میدزدن. همون تابلوهای نقاشی با ارزش رو میدزدن که از این آثار معروف همون رامبرانت و مانه بوده که ارزش هر کدوم از اینا به حدود 500 میلیون دلار. هنوز اون اثر هنری حتی یک دونه‌اش هم پیدا نشده. FBI برای گرفتن اینا 10 میلیون دلار جایزه گذاشت، ولی هنوز رد پای قطعی اعلام نشده و پیدا نشده. خب میریم برای آخرین پارت از این ویدیو. بچه‌ها تا امروز هیچ اثر هنری پیدا نشده و FBI برای هر کدومشون 10 میلیون دلار جایزه گذاشته، ولی هنوز پیدا نشده. میریم برای سومین معمای حل نشده FBI. جریان زندان آلکاتراز که در سال 1962 اومدن چیکار کردن؟ سه تا دوست بودن، برادر آنگلی و مورایس. اومدن با قاشق زندان رو تراشیدن و با مو و صابون و اینا موی مصنوعی برای خودشون ساختن که نگهبانا رو گول بزنن. حالا معماش اینجاست که بهتون میگم. آنها برای خودشون چیکار کردن؟ از بارون‌های پلاستیکی قایق ساختن و خودشون زدن به دل دریا. و FBI هرگز نتونست اونها رو پیدا کنه و پروندهشون باز گذاشت و احتمالاً داد که اونها غرق شدن. ولی نامه برای سالها اومد که اونها احتمالاً به برزیل رسیده بودن و زندگی کرده بودن و به خاطر همین FBI نتونست هیچ وقت این پرونده رو حل. آخرین راز از پرونده کشف نشده FBI. در زمانی که جنگ‌های سرد شروع شد از یه ایستگاهی برای FBI صدای ووز و بوق یا اینا فرستاده میشه که FBI هیچ وقت نمیتونه اونها رو پیدا کنه. به خاطر همین اومدن از جاسوسای خبره خودشون استفاده کردن که معروف‌ترین رمزها UB 76 که یا همون دبزره که هنوز کشف نشده. دولتی اون پایگاه رو چیکار نکردن؟ مسئولیت خودشون نپذیرفتن و هر روز داره برای FBI پیام میفرسته و هیچ جاسوس خبره‌ای نمیتونه اون کدها رو رمزگذاری کنه. به خاطر همین یکی از پرونده‌های مهم FBI بوده که هنوز رمزگذاری نشده. خب بچه‌ها تا ویدیو بعد، ابوالفضلون هستم. خداحافظ.